خیلی ممنونم که برنامه خودتون رو تماشا میکنید و با افتخار بعد از حدود 1 ماه ما در این نوبت از برنامه خدمت استاد عزیزم آیت الله تحریری عزیز و گرانقدر هستیم مجدد با افتخار و مایه مباهاتمون هم هست و خوشحالیم از این بابت. آقا سلام عرض کردیم، خیلی خیلی خوش آمدیم. سلام علیکم و رحمت الله. قبول بشه طاعات و عبادات و در ماه مبارک رمضان سال نو به شما مبارک باشه، ان شاء الله سال خوبی باشه برای هممون، برای همه شیعیان و محبین و مسلمانان. این ماه عزیز که در واقع سال واقعی مؤمنان است طبق روایات ماه رمضان. بله. و اول سال هم شب قدره طبق باز روایات که انسان پا به یک عرصه دیگری از زندگی میگذارد. لذا به ما توجه دادن که حتما مؤمنان و محبین اهل بیت قدر این ماه رو دانستند و بنده هم تبریک عرض میکنم این ماه حقیقی و ماه شمسی را که سال شمسی را زنده باشین همه که انشاءالله مایه نزول برکات مستمر خدای متعال، برکات معنوی و برکات مادی باشد و ما این برکات رو در همه شؤون زندگی انشاءالله لمس کنیم انشاءالله به برکت. حالا امسال میگم این تقارن همنشینی هم بود، هم به تعبیر شما سال معنوی، آغاز سال معنویمون از شب‌های قدر و اینها، هم به اصطلاح شروع سال نو شمسی و اون تراوت و شادابی و تولد دوباره طبیعت همراه شد با تولد دوباره ما در شب‌های قدر و ماه مبارک رمضان. این تقارن رو به فال نیک میگیریم و انشاءالله از همه برکاتش هم هممون بهره مند باشیم و به دعای شما این اتفاق برای هممون بیفته. آقا ما سراپا گوشیم، همچنان موضوعمون اخلاق هست. بحثمون اگه خاطر شریف مردم عزیز باشه در آخرین جلسه‌ای که قبل از ماه مبارک خدمت شما بودیم و در سال گذشته بحث نصیحت بود، ذیل عنوان کلی اخلاق، شأن و جایگاه و اهمیت نصیحت رو متوجه شدیم و مسائل رو که نصیحت کننده باید رعایت بکنه رو هم فرمودید. حالا باز اگر صلاح میدونید یه کلیاتی بگین که مردم در جریان بحث قرار بگیرن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. عرض کردیم که ما همه فضائلی را که مطرح می‌کنیم نمودی از فضائل بالاترین رهبر الهی نبی اکرم و جانشینانش ائمه علیهم السلام است. از فرمایشات قرآن و سنت و سیره این اولیا که فرمودند هر خوبی که در بین شما باشه از ما خاندانه. این فرمایش امام حسن عسکری علیه السلام. اما اگر خدای نکرده از شما بدی سر بزنه به ما نسبت نداره، ما منشأ همه خوبی ها هستیم و در واقع این چنینه. این اولیا از اول برحال ظهورشون در وادی جامعه اسلامی بین انسان ها جز نصیحت در گفتارشون و در رفتارشون چیزی ما مشاهده نمی کنیم. لذا همین آیه هم که عرض کردم این رو بیان میکنه. به خاطر اون رحمتی که خدای متعال به توی پیامبر عنایت کرد تو نسبت به ایشان نرم شدی. خب همین نرم خویی
بوده است، همین نصیحت خواهی بوده که حتی دشمنان، گاهی منافقان می آمدن به سخنانی می گفتن، خب مصلحت نبوده که حضرت جواب بده، به خاطر مصالح جامعه گوش می داده. اینا از اون طرف می گفتن این گوشه، هرچی ما بگیم میگه همونه. اما خب خودمون دارم قل اذن خیر لکم، به گوش خوبیه برای شما. یعنی این رو به عنوان خیر معرفی میکنه که ما در بحث نصیحت هم گفتیم خیر خواهیه. بله. یعنی میخواد اون شأن شما تا به هر حال شما دریدگی رو اظهار نکردید در جامعه، این خطوط قرمز رو رد نکردید، حفظ بکنه، شما بتونید در بین مسلمان ها زندگی بکنید، مسلمان ها به شما کاری نداشته باشن، ظاهر شما رو به هر حال مسلمان بدانن، رابطتون رابطه ظاهری باشه، چون به هر حال روابط مختلفی بین افراد جامعه رخ میده دیگه در نظام اسلامی. لذا فرمودن تا شخص مرتد نشده و ارتدادش رو اظهار نکرده، همین ظاهر اسلامی داره، شما حکم اسلام بکن، مالش مال خودشه، طهارت بدن داره و ذبیحش حلاله و به هر حال به خاطر این مصالح جامعه که هم خودش خیرخواهی برای جامعه است. بله. که این جامعه خیری باید داشته باشه. حالا این فردم خیرش در این است که باهاش با ملایمت برخورد بشه. از این نظر فرمودن با منافق با زبان به حال تصنعی ارتباط داشته باشه. صانع المنافقه به لسانه. تا این حد خواستن ظرف اجتماع مؤمنان یه ظرف حتی الامکان آرامی باشه و کارهایی که ما دستور دادن به اینکه این آرامش رخ بده. نصیحت در پرتو همینه که به این آرامش برسه، به خیر برسه، زندگی مطلوب ضروری دنیایی داشته باشه. در پرتو این اون کسانی که میخوان کمالات معنوی داشته باشن عرصه براشون آماده باشه. اون کسانی که نمیخوان اونجا باید باشون به هر حال برخورد بشه. در بحث‌های گذشته اشاره‌ای به امر معروف و نهی از منکر شد. در این راستا هم بحث نصیحت کردن به همین معنا باید بهش توجه کرد که گاهی بعضی ها نهی از خوبی نمی کنند به طور صریح، اما یه زبانی دارن که این جا میفته، بیان خیلی شیرین دارن که باطل رو به صورت حق جلوه میدن، شر را به صورت خیر جلوه میدن. لذا فرمودن باید از این ترفندان ما آگاه باشیم. در به هر حال نحوه های برخوردهای با افراد ما باید عقل رو به کار ببندیم. انواع مختلفی است، یا راه عقل برهان استدلال، یه وقت نه مغالطه است. وقتی که مغالطه باشه دیگه نصیحت نیست. اینا لذا باید بر پیکری حق یه لباس باطلی میپوشونن و بعد از اون نهی میکنن. در واقع دارن از چیزی نهی میکنن ما رو که حقه، اتفاقا باید امر کنن. به هر حال ما دیدیم دیگه برخورد جهانی با ملت مظلوم فلسطین چگونه بود. همین اتفاق واقعا جانها آتش میگرفت و از اون طرف البته فطرت‌های حق طلب بیدار شدن، آمدن تو صحنه، لااقل یه دادی میزنن. خودش این خوبه، به هر حال اون خیر رو طلب میکنن. ولی رسانه‌های غربی داشتن سعی میکردن که جای ظالم و مظلوم عوض کنن. اینجوری نشون میدن به تعبیر آقا جای جلاد و مظلوم. بله همینطوره. به هر حال اینها رو باید ما همواره توجه داشته باشیم. خود داخلی های خودمون که یه موازینی رو لااقل بعضی ها پذیرفتن، از حالا موازین دینی نه، موازین انسانی را
دیگه نمیشه ما به هر حال از اون موازین مناسب با لازم با شؤون وجود انسان اونها رو دیگه رها کنیم. بنابراین مسئله نصیحت کننده هم یه حقوقی داره که کسی که انسان رو نصیحت میکنه، ما نصیحتش رو میشنویم، باید چگونه با او برخورد بکنیم. اول حالت پذیرش رو باید داشته باشیم. اگه از اول بگم که نه من پذیرنده نیستم، قطعا تأثیر نمیذاره، نرود میخ آهنین در سنگ و در واقع خود انسان ضرر میکنه. او که ضرر نمیکنه، او در خیر انسان رو میخواد. قل جاء الحق فمن شاء فلیکفر من شاء فلیؤمن. اینه گاهی منطق قرآن این چنینه که کسی بخواد بیاد ان اتبع الا ما یوحی الی، من به هر حال ضرر نمی کنم، شما ضرر میکنید. لذا در این راستا باید حالت پذیرش رو داشته باشه. دوم، کسی خوابیده رو میشه بیدار کرد، ولی کسی که خودش رو به خواب زده نمیخواد بیدار شه، چجوری میخواد بیدار شه؟ این خیلی خوبه، مسئله بسیار خوبیه که طرف بیداره اما نمیخواد بفهمه. خب اونی که نمیخواد بفهمه، در قرآن هم هست حضرت صالح علیه السلام به قومش به حال فرمود که این نشانه پیامبری من این است که از کوه به امر خدا شتری میاد و او هم یک قسمتی داره از آب و اینها و خود آمدن شتر از کوه خودش معجزه بود و به هر حال مواجه شدن مناسب با اون شتر هم خودش به حال دستورات. تا به حال یه شیطانی آمد او رو پی کرد، اینطوری فرمود نصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین. شما نصیحتگر رو دوست ندارید. در جلسه گذشته این روایت رو عرض کردیم که علی علیه السلام فرمود که در اون امتی که نصیحت نیست و نصیحت کننده رو دوست ندارن خیری نیست. یعنی هم فرد هم افراد باید نصیحت رو دوست داشته باشن. در یه جمعی کسی نصیحتی میکنه که به صلاح، البته نه عیب طرف رو، عیب افراد رو باید مخفیانه گفت. بله. هم خیرخواهی، اینکه مسیر خوب چیه، بیان شرایط رسیدن به امر مطلوب، این دیگه جمع و فرد دیگه نداره. خب شخصی داره این رو میگه اما یه نفر بیاد بر علیهش حرفی بزنه و تشخیص هم دادن که این واقعا صحیحه. اینجا اگر از اون ناصح طرفداری نشود، اونای دیگه هم در مسیر همون رد کردن نصیحت قرار گرفتن. لذا در باره امر معروف و نهی از منکر فرمودن اگه کسی امر معروف و نهی از منکر جامعی نکنه، به هر حال آثاری داره، اشرار مسلط میشن. این به خاطر این است که طرف نمیخواد، جامعه در این محدوده نمیخواد به اون خیر برسه، لذا باید تحمل مقابلش رو بکنید. در نصیحت هم به همین صورت حضرت به هر حال صالح علیه السلام اون گونه میگه. حضرت نوح علیه السلام همچنین به هر حال 1500 سال پیامبری کرد، 950 سال بخش پیامبری کرد و آخر الامر اینطوری فرمود ولا ینفعکم نصحی، نصیحت من. وقت اون ابتلاعات آمد، اونایی که نصیحت رو پذیرفتن رفتن، نجات پیدا کردن. اونایی که نصیحت رو نپذیرفتن، فرزندش هم بود، فرمود بیا نجات پیدا میکنی. گفت که به هر حال من میرم به یک
جایگاهی که من رو پناه هم بده. حضرت هم لا عاصم الیوم من امر الله. وقتی که امر الهی بیاد، عذاب الهی بیاد، هیچ دیگه پناهی نیاره. رفت روی کوه به لحاظ خودش از عذاب فرار بکنه، قبل از این که هم از زمین آب جوشید هم از آسمان. عجب. دیگه اون قله و اون تپه هم فرا گرفت. به هر حال این چنینه، اگر نصیحت پذیرفته بشه، ائمه علیهم السلام به عنوان سفینه النجات معرفی شدن. سفینه الفلک، تو دای ماه شعبان خوندیم الفلک الجاریه فی اللجج الغامره یأمن من رکبها و یغرق من ترکها المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لهم لاحق. اینا همون مفاد نصیحت دعوت دیگه. لذا می‌بینیم که گاهی فرزندان ائمه علیهم السلام بعضیشون این نصیحت رو نمیپذیرن. خب تو جامعه هم دیگه جایی نداره. اما خود این امام مثل امام حسین عسکری یا بعضی از ائمه دیگه و فرزندان صالحشون، دشمن هم حساب باز میکنه رو حرفش، جایگاه بهش باز میکنه. بله. یه وقتی برادر امام حسین عسکری علیه السلام آمد به معتز بود یا مستعین بود، الان یادم نیست، گفت که من یه وجهی میدم که از من طرفداری کنی. و برو بابا، تو به این تعبیر برادرت که هیچی نمیده این همه طرفدار داره. یعنی اینطوری از غیر راه حق دنبال امامش نیست. لذا بعد از شهادت امام حسین عسکری السلام آمد خودش رو جا زد به جای امام. وقت امام حسین السلام آمدند و حتی ایستاده بود برای نماز. بله. حضرت عباس گرفت، فرمود که عمو من سزاوارترم به نماز بر پدرم. نمیدونستن که حضرت فرزندم داره، چون محرم نبود. اما بعضی از اصحاب محرم بودن، نصیحت رو پذیرفته بودن، به چه کمالاتی به هر حال رسیدن. از برکات بله. شنونده نصیحت بودن. بله. خیلی خوب، دست شما در نکنه. ما اگر اجازه بدین یه فاصله بگیریم از آقای حسین زاده عزیز و برگردیم و باز در خدمت شما باشیم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چون 6 دقیقه بیشتر فرصت نداریم تا پایان برنامه، من دیگه هیچ نمیگم و سراپا گوشیم استاد عزیزم. بله، در رابطه با اون وظایفی که ما نسبت به نصیحت کننده داریم، بعد از اینکه ما فهمیدیم او خیر واقعی ما رو میخواد، ما خدای متعال رو ستایش بکنیم. این فرموده امام سجاد علیه السلامه که یه نعمتی از این طریق به ما رسیده و خدا این رو سر راه من قرار داده. چون هدایتگر واقعی با دیدگاه ما مؤمنان خدای متعاله و کسانی رو هم در این مسیر سر راه انسان میذاره و نصیحت یکی از ابزار مهم هدایت که منحصر به انبیاء علیهم السلام نیست. خاصا مؤمنان هم این کار رو داشته باشن. البته تو جوامع دیگر هم این مسئله رخ میده، اما این از وظایف به هر حال خاص مؤمنانه که مؤمنان از اینها استفاده های نه تنها دنیایی میکنن بلکه استفاده آخرتی میکنن که روایتش رو عرض کردیم که خدای متعال میخواد که کسی که کار نصیحتگری داره این نزد من به هر حال مقرب است و قدرشناس هم باشیم. بعد از خلاصه حمد پروردگار قدرشناس
این واسطه باشیم. بعضیا به هر حال ناسپاسن، نصیحت رو میشنوه و به کارم میبنده، اصلا به یاد طرفم نمیافته. گاهی هم اصلا خودش رو کسی میدونه. این خیلی بده، یادش میره. بله. من خودم باید شاگرد باید به یاد معلمش باشه، فرزند باید به یاد پدر و مادر باشه که راه رو بهشون نشون دادن. لذا این صلوات هایی که ما میفرستیم برای اهل بیت این یادآوریه، این شهادت بر رسالت، شهادت بر ولایت، اینا یادآوریه. اینا هم یعنی هم زباناً باید یاد بکنیم و هم عملاً، و این یاد رو پخشش بکنیم. خود این برکت میاره و خضوع میاره. این خیلی مهمه که لذا خدای متعال به پیامبرش صلوات الله علیه و آله در آیات میگه یاد بکن اون انبیا رو، که یاد اونها بمونه، این خوبی ها رو به هر حال نشر دادن. این خیلی مهمه. لذا ما در انقلابمون بعد یاد امام، یاد شهدا، اینا از وظایف ماست. بله. لذا مخصوصا راهنمایی‌های معنوی بالاترین به هر حال هدایت و شوق‌گذاری، و اگر کسی از راهنمای معنویش یادآوری نکنه محروم میشه. روز قیامت به فرموده امام سجاد علیه السلام خدای متعال میگه که به بندش از من تشکر کردی؟ عرض میکنه بله. خدا میگه نه، چون از بنده هم تشکر نکردی از من تشکر نکردی. به اون روایت امام رضا علیه السلام است که خوندیم من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عز وجل. این فرمایش امام رضا علیه السلام. کسی که نعمت دهنده از مخلوقین رو ازش تشکر نکنه به انهای تشکر، کمترینش این تشکر زبانی، مهمترینش شناخت این راهنمایی است از او. از معرفت خیلی مهمه. بعدش هم تشکر عملی که اونو من به کار ببندم. ولی نکاتی در این رابطه است که حالا بحث رو میخوام جمع و جور بکنم که فرمودن اگر مطابق با واقع بود انسان بهره برد این ارتباطات رو با او داشته باشه، و اگر به هر حال او نه به هر حال بهره نبرد با او برخورد بد نکنه. او هم خیر رو میخواسته. انسان اشتباه میکنه دیگه، در تشخیص گاهی انسان اشتباه میکنه که اگر خود شخص هم فهمید در تشخیصش اشتباه کرده باید ابراز بکنه. بله. این ابراز به هر حال خطا خیلی خوبه برای ما در روابطمون و این مقدار انسان رو میشکونه، اون کبر انسان رو، خودیت انسان رو میشکونه و زمینه میشه که خود متعال عنایت میکنه که این فهمید ناقصه، من خدا او رو کاملش میکنم. لذا ماه رمضان که گذشت، ماه توبه و ماه انابه و اینها، که قوام توبه همینه، اقرار به درگاه الهی به خطا. لذا تو دعاهایی که داشتیم، دعای ابو حمزه، دعای افتتاح، پر بود از اینها. این به خاطر اینه که ما اون نقص خودمون رو اقرار بکنیم و ابراز بکنیم و خود این زمینه و دستگیری میشه. لذا این رو هم از اگر نصیحت کننده فهمید خطا کرده، بله ابراز میکنه من خطا کردم، به طرف مقابل هم بگه که یه وقت این خطا رو ادامه نده و اگر خدای نکرده ضررهای مالی اینها نصیبش بشه بعد حتما به او بگه. در مباحث شرعی هم فرمودن اگه کسی مسئله شرعی رو اشتباه گفت، خب بعد اون کسانی که شنیدن بگی که اونها در اون اشتباه ادامه نداده باشن، و اگرم که انحراف بود که دیگه بعد از او فاصله بگیره.
خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. نظرم خیلی بسته جامع و با نگاه به ظرافت و لطایف و همه جانبه نسبت به موضوع نصیحت رو در واقع فرمودین و استفاده کردیم. خدا خیرتون بده. انشالله که همه ما از این معارف همیشه بهره مند بشیم با عنایات اهل بیت علیهم سلامت باشیم. انشالله خدا به ما این توان رو بده که شکرگزار خودش باشیم و شکرگزار شما بابت این نصایحی که از شما گرفتیم توی این چند جلسه و استفاده کردیم